آصف جان، وقت نماز صبح از جان مادر. نمیخوای نماز بخوانی؟ ناق چرا خود خسته میسازی؟ من خو یک روز ندیدیم که سر به سر دمانده باشه. کی پشت شرسی که بخی نماز صبح تا بخوام؟ بیا که نماز صبح بخونیم که قضا میشه. سلامت باشی سهیل. من خودم خوش دارم. هوای تازه صبح حالم بهتر میکنه. راست میگین. از حق نگذاریم اینجا را بلا تشویق مثل جنت کوچک ساخت. شما زنده باشین. ما فقط دستورات خانم دکتر تطبیق کردیم. این همه از توجهات از اونها است. تو خیلی قدرشناس هستی سهیل. زنده باشین. نان گرم تیار است، بگیرین. سلامت باشی. ببرش تا که سرد نشده باز میم یک جای نان صبح میخوریم. خدایا راضی هستم بر رضایت. ابی جان بخوام. امروز خوب شکم سیر نان بخور تا به خاطر عملیاتت شما داشته باشین. ما به صبحانه سبک جبهه عادت داریم حامد جان. این همه خوراکی ها بر ما سنگین تمام میشه. والا ابی جان ما که میبینیم بین ما شما قدر تفاوت خاص نیست. شما در جبهه با غذای ساده و مختصین اوج مرمی و چره شما را از بین میبره. و اینجا ما که زیر سقف زندگی میکنیم و نانای دبل میخوریم. باز در جان ما هزاران رقم مرض دیگه که مرض گرده شده، این مرض قلبی شده، این مرض شکر شده، این چیزا از بین میبره. ولی هدف این است که کل ما یک روز نه یک روز از دنیا رفتنی هستیم. خدایی خوب گفتی. همین قسم از دیگه. از هر راهی که بریم مقصد ما یکی است. میشه. والا چندین سال است که ما تکلیف گرده دارم. ولی باور که تا حالا ما هیچ کار به خاطر مطلب نکردیم. یک چند کار ناتمام دارم که میخوایم امور رو به خیر انجام بدم. انشالله که 120 سال شوی. تو هم تو باش. این می رفتار از خود کن. قصی از این عملیات و چیزا نباش. پروایش نداشته باش. پروای عملیات ندارم. میفهمم که عملیات بسیار سخت است. ولی دکترم بسیار امیدوار است. والا آفرین حوصله تو هم. هر رقم تکر که تو بگیری از چند جای قیچی کنی و پس بودوزی و تکه کنی طاقت نمیاره. این عملیات چندمت است؟ راستش شمار نکردیم. عملیات 12 است. کورش آمده بیادرکم. خدا نکنه خوار جان. نوش جان. میگم بیادر جان، کاش که کمی دیگه منتظر میموندی تا نظر متخصصای بیشتر را میگرفتیم. یک دکتر مشناسم در انگلیس است، بسیار لایق است. یک دکترم خود دوست خودت از امریکا. در این وطن خودمون بهترین متخصصین نداریم. و ما پلان داشتیم که باید تمام مریضاخت در داخل کشور خود تداوی کنیم. خو یک جناب عالی قماندان صاحب است که هیچ قبول نمیکنه. نه این قسم نیست حامد جان. من میگم در هر سر دنیا که عملیات میکنی ما واسطه. میفهمم. باور کن که بهترین گزینه را انتخاب کردیم. دکترم بسیار لایق است. چند وقت میشه که دوسیه هم دستش است. آدرس تمام زخمای مرا داره. و دیگه ای که در تهران چند تا دوست دارم که بسیار صمیمی هستیم. بسیار خوش هستم امروزشان. و فراموش نکنیم که همزبان هستیم. اصلا احساس غربت من نمیکنم. والا این قضیه قماندان صاحب که میبینیم بیخی یک قسم بوی دیگه داره. تو نه که در تهران کدام خانم نداشته باشی.
بفرمایید. تشکر. خواهش میکنم. خیلی ببینی رادو جان، یک بار برو آوال مادر ما بگی. باشه. کاش که قسم خودت که میگی آمد جانمو قسم باشه. از این بهتر چی که زندگی بیادرکم سر سامان بگیره. زن بیادرم خو جای خودش داشت، ولی زندگی ادامه داره. ما تا که زنده هستیم اونا در قلب ما جای دارن، ولی من مطمئن هستم که او هم تنهایی خودت نمیخواه. ببخشی بیادرکم، فکر کنم زیاده روی کردم. نه تقصیر تو نیست خوار. وقتی که گلا را او میدادم به یادشان افتادم. نگار گل گیا را بسیار خوش داشت. ما هم همیشه که گل گیا را میبینم خانم بیادرم یادم میآید، از بس که زیبا بود. خب بگیرین بخورین. از یک سو خب رابیه بسیار تال داد، دیگه یخ میکنن. حبیب جان بگی بخور. ببخشی بیادرکم، فکر کنم که زیاده روی کردم. لالا جان خوب هستی؟ زیاد که از اینا خوش هستی لیلا جان؟ میریم بخیر چکر امروز نه؟ دخترم یک گودی میخرم از اون طرف که آمدیم برای بچه‌مون یک توپ. سالگیری درسته؟ لیلا جانم باز بخیر تعلیم میکنیم که آمدیم. بله، صحیح است بله. لیلا جان؟ هفته آینده به خیر نفتی، سالگیری نفتی، نفتی. لیلا جانم میگیریم. انشالله. برش لباس نوام میخریم. بخیر. یک بکس مکتب هم برش میخرم. بخیر. لیلا جانم در نماز آواز. درست کن. آفرین جان مادر. بیا بیا به این گوشه استاد شو که دروازه رو بسته کنم. بسته شد. بریم بچیم. بریم بخیر بریم. اون تمام است. احتیاط کنیم. آسا. نفتی لیلا جان. آفرین. در باز کنیم بریم داخل من بگذارم. آفرین بریم داخل. آفرین. آفرین. امیر عنوان. خب من دیگه برم سامانای بازی دختر رو بیارم که تا برسیم اذیت نشه. خیر ببینی، امبالش محمد هم کدت بیار که تا چند دقیقه دیگه بیاد خو میره. من فکر نکنم خیلی برم ولی بازم بچشم. خیر امرتم ببینی. قبول. امیرم بسته کو. بسته نگره. خیر میره. کم زودتر بیایی. درست است. میریم بخیر چکر. لطفاً بیادرکم چشمکای تو باز کن.
اینجا بخور. ای کاش میفهمیدم از گذشته قصه کردن هیچ فایده نداره. مادر صدقه دستت نمک نداره. کاش که گنگه می شدم اما یاد نمی کردم. ما و قطاله. مادر جان صدقه چم برم چای صبح تباخ کنال تابلیتای تا میخوری. رابیا مادر جان ببر چای صبح شبته تابلیتای شما از یادت نره. چطور شدی کدام زر خوب شدی؟ شکر خوب است. چطور هستی ماما؟ یک کمک بهتر شدی؟ بله شکر خوب است. بیا ماما یک دور اولی را بزنیم یک کمک طبیعت تغییر کنه. بیا یالا اگر میگی بریم پیش دکتر. همون سلام دادن هم یاد نداره. خسته نباشی. خسته نباشی. سلام استاد خسته نباشی. سلام. یک دو سیتی دیگه هم این بچه ها کرده نام خدا پالوان می‌خواد نشه. چی میکنی بچه جان؟ بان وزن. تو میفهمی که وزن از تو که سنگین است؟ قسم میزنی خدا مایی میکنی ما رو بیچاره. کجاست مروان؟ یعنی تو متوجه نیستی که بچه بیشتر از وزن خودش وزن زده رئیس؟ تو وزن رو بابرش انداختی. من میلی خالی را گفتم بزن خودش زده. اصلا مسئولیت تو چی است؟ یه چیزی که بخوای بزنه باز بای میونیشه. چی میکنی در تلفن گپ میزدی؟ تلفن عاجل بود. اینجا محل کار است یا تلفن گپ زدن؟ از اینکه من سر تو اعتماد کردم و تو رو مسئول کلاب ساختم اشتباه کردم. اگه سوار سر بچه کدام گپ شو با تو جوابش میدی؟ اصلا تو وظیفه‌ت میفهمی که چی است؟ تو تلفن عاجل بود. همیالا برو پیشوایی به صاحب تصفیه کو رخصت است. چی شد افتاد اصلا؟ به خاطر از اینکه یاد بگیری که در محل کار نباید در تلفن گپ بزنی. استاد مادر مریض است اول از اون میگرفتم. اتفاقا میخوام استعفای تا بدم که رخصت شوی از اینجا تا بیشتر به مادرت برسی. رخصت هستی. استاد رئیس صاحب خانم دکتر بفرمایید. تشکر سید احمد جان. نوش جان. خیر ببینی. دیگه بیادر کن. نوش جان کن. حال یکم بهتر است بیادر جان. شکر خوب است. ما به این عمله عادت کردیم ولی صبح شما رو خراب کردم. نه هیچی گپ است دیگه. بیز دیگه صبح ما تو کدام صبح درخشان نداشتیم. همون داستان همیشگی آصف و اقبالی؟ کاش که تنها دمو حد می بود. حال دیگه آصف قسمی از پولی حامد تیر میشه مثل از اینکه هیچ وجود نداشته باشه. 4 سال گذشته آصف باید با این ماجرا کنار میامد. وقتی که برگشتم پرسان میکنم ازش ببینم که مشکل چی است. میخوای بره؟ اینه که سالهاست میگه. نه این بار جدی است. خبر شدیم کارهای رفتنش هم جور شده. مطمئن هستی؟ مطمئن هستم. به خودت هم از خاطر از این نگفته چون میفهمه که مخالفت میکنی. نمیمانی شکه بره.
من فکر میکردم که منتظر میشه تا اختیار مالایش از اقبالی پس بگیره. آمد بیچاره خو مشکل نداره. اموال نگاه کرده بر یک روز مبادا. ولی آصف دیگه در قصه هیچ چیزی نیست بیادر جان. نمیفهم چرا قسم کارا میکنه. با سند دانشگاهش هم میتونه که در بهترین جای بره وظیفه بگیره. دلش جمع است. اما یگان وقت ما بیخی از چشم نترس و هوشیاری زیاد از این بچه میترسم. در این خانه قسم زندگی میکنه که هر لحظه برش شکنجه باشه. ما دیگه واقعیت حیران ماندیم که آصف چه قسم بفهمانم. عجب روزگاری شده. بیبیاجی هم تختر شده. اگر دردم یکی بودی چی بودی؟ قماندان شور نخور. بیش قرارداد بشی. باشه که امروز ما دیگه تا میدانوی رفتن نمیتونم اورید. به خاطر که یک جلسه بسیار مهم دارم. این قسم نیست. لطفت همیشه شامل حالم است. زنده باشی. ما بچه‌ها رو گفتیم سرشون تاکید کردیم هر چیزی که ضرورت داشتی بر حاضر کنن. لازم از خودت خو میفهمی که پیشموتی مشکلات قصهش مفت است. یقینا همونطور است. زنده باشی. در ضمن کاش که اجازه میدادی که یک نفر پایواز گفتم رایت روان میکردی. من برش میگم خونه امرایی ما رو قبول داره نه از یک کسی دیگره. باور کنین همین قسم راحت است. خب خیر. سیما جان امروز خودت هم در خانه هستی؟ یکم زیادتر متوجه مادرم باش. پشت گپاش نگرد. میفهمی که تکلیف اعصاب داره. بچه‌شم 1000 دفعه. خودت خو میفهمی که من همیشه مثل مادرم دوستش داشتم. ولی چی کنم که هیچ وقت مرا اجازه نمیده مادر گفته صدایش کنم. راست میگی تو هم. خب خیر. فعلا خداحافظ. خداحافظ. متوجه مسافر ما باشی. با امان خدا. خداحافظ. بیادر جان در بکست یک ذره خوراکی ماندیم. باز که رسیدی به خیر حتما بخوری. لازم نبود خوار. اونجا همه چیز هست. مقصد یامت یگان گپا را ناق نمیزنه. نشه که اونجا در تهران کدام خانم دیگه گرفته باشی پوت از ما. گپ سیاستمدار میتونه همزمان 100% حقیقت و 100% دروغ باشه و تشخیصشون بستگی به طرفش داره. آمد از خاطر همین خوشخلقیایت است که دوستت دارم. امروز شفاخانه نرفتی؟ راستش نه. گفتم خودت تا میدان هوایی بدرقه کنم. کاش از من پرسان میکردی. چرا؟ قرار است با آصف برم. خدا را شکر. حداقل امرای تو خوب است. مامایش هستم دیگه. گپ مرا میشنوه. خوی خواستش بیخی طرف خودت رفته. از همین خاطر خوب جور میاییم. ماما و خوارزاده. زندگی همینطور است.